لیلم لیلم تر لیلم واه های زفر جان آمده یه آمدناش بی میگی در تاری اسب آمده سی های در آمدناش السلام علیکم هی السلام علیکم و علیکم ای کجایی تو آمده است ای مکتب همین تو با همین افت ای مکتب آمده سی تو کدای یافته اوی مکتب طلبه یا لباسی مکتبی می پوشید و یا خالتای سمکای می داشت کتاب و دفتر می داشت در بغل من در بغلم گرفتم آه ای سبیا بابی دلم هوا گرفتم پایانی بکنم الان خیبه الان نه راه نشید آخه تو با این خیلی به سمکه و به کتاب و همین یک دفتری قاقتی مکتب میری اگه با تو چی علمای خود میکنی؟ ای بابی موظفر پیشین نیستم دیگه واه تو چی کلیشی دیگه؟ من این مکتب کو یه میدرم میگن زفر اومد این همه در حیرت من دیگه رفتاری مده کاری مده این همی حنصیفون کن هم معلم سوال میته کن پیش ای حنصیفون اول به دستی بردارم این خاندان تو بزن زفر جانی باباش کرسافچیک تلخی معلم کپاندگی من خاندان تو زن طلبه ها من که همه حنصیفون من همش مده حیرت موندگیان حیرت میگن این زفر دیگه شیده مخی برای کدام کرده که میگن دیگه شیده معلمه ببین یه سوال نمیتیه کو اول من دست برداشتم کو میگه زفر خطی ایروز جواب وای میمونم شد در این کرسافچی که این همی سهرم این همی سهرم سوال داد اول من دست برداشتم وای میمونم شد یای کرسافچیک معلم سوال داد ای هم رو پیش تو دست برداشتی من دست برداشتم خندات بزن کرسافچیک گویا که بگو همو سوالی معلمه چی خیلی بود معلمه چی گفته که دست برداشتی معلمه گفت کی ایروز وظیفه خونگیش تیار نکرده اول ما دست برداشتم آفرین به چی گفته سی تا پشالوان تو یا ایجی بیو در رو خانو بدرو کتاب تو بگی پیش تو من خواندنگی بجوم چه کن بدرو درس یار کن بجوم خیریته قریب میگفتم که بچم سنی خودم رفتگی خیریت که میگفتم نخواه همسایگی برای هم باشه خیلی همسایگی در کارم نیست میگی بیا در خونی مشی که ترکو با همه تو پول بتو تو پول دادنی بشه که ترکدن به کورکدن بتو تو بکدمی اکیو بیوین پل بابوی مرکن السلام علیکم بابی جان سازی بابی و علیکم بر سلام سلام تو خوبه بابی جان همه خوب تینج رحمت میگم بابی جان لبای همین در خاطرت هسته یک 4 ماه پیش ما خودت پول خرج کردم 500 سم کو نه چه در یاد نیست ben ne bir iş kere karşısında durdum. بابی اکه نخوا اکه خدان ایق اکالی عمرت بجای نرفته که ایشان بروه این هم 4 ماه پیش بود ما ده پول در کار بود آمدم گفتم 500 سم قرض ده ما رو 500 سم قرض دادی کو Ya ben خیلی آدم نیستم ای بابی آمدم این همه چی بود وا خوردم گفتم 500 سم پول در کارم من قرض بده بابی این همین دست انداخت این همین بگیرس دست این همین چی بود ده این خبرات شرخ سوکاری دادی ایجاد کسی پولدار داشتین میره هیچ که نمیدونست کو آخه تو بلای چه ایجاله که مرا شوشتین چپنه افتاو کردین تا دیدگی این همه چی برو آوردی مرا دادی بابی فهمیدی
انا خب عیادت برو مد رفتم خی ها خب عیادت برو مد رفت کو خای بیزار کردینی که مایلش اینه مایلی من تو رو 500 سوم قرض دادم با عیادم برم در رفتای اگه به چی گفتنی؟ بابی جان لبای میگم که 500 سیمی دیگه اون همون خیلی قرض بوده من اگه شای جای دیدم جمال ابرو هلال بزری چشمش بنهاد خال اقرم لبود چشمی سیاه دل پاره کرد تغی نگاه راست گپ خونت رفته سو بدون که هرچه در درونی باغ شیشتگی بودی با جای منظوری خوب خوشتر با ایجی خوبتره که فرقش هم شرده بریم در خونت بشینیم سری دسترخوان یا پیال چای گرفته بعد تبریک بگیم تا همه چیزم مبارک باشه فرزنددار شوید مبارک باشه صاحبی بچه شیدنت و با برای چیزی که برای چیزی که صاحبی بچه شیدی با چو زیقی اکا آخه کدام نامرده زنی کلانیم دل بازی کرده او کازیولی نگفته که ما گفتم شوخیه چه سودا چه عزت الله میشوا های سودا کلانگی بعد بگه ایسا و کتاب میکنه فهمیدی؟ سویده السلام علیکم عزت الله چخلی زفر جان نغزی تیجی و علیکم برسون عزت الله این سیوا چند کیلو چند سومی بدم 5 کیلو بگی اگدی 5 کیلو بگی بابی 5 هموش هم همیه هم اشیا گرد شید این همو گرفتن 5 کیلو 5 کیلو سلام علیکم بابی جان سازی جیندی سلام خوبه فلان گیه بابی جان لبای همین دنیا رو میگم ها عجایب دنیا بوده ها همین آدم که نمیز فرق دی ما مکتب میانه پیشتر خوندیم 10 سالی با دانشگاه خوندیم این ایبان چند سال گذشته که دیگه ما رو سراغ هم نمیکنه سراغ چه اصوبه یه بار زنگ هم نمیزنه گوش که تو یک علاج که ای همین زفر 20,000 سومونی قرض بگی خب بعد که قرض گرفتی کو زنگ زدن اوس بس دیگه شو روز قطید پا با پا میگرده تا قرض گرفته نه